بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان حاضر در این جلسه. آرزوی موفقیت و توفیق دارم براتون. از سلسله مطالب درس ما در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت صنعتی رسیدیم به تایتل اولی که قبلا وعده‌شو داده بودیم در حوزه پیشبینی تقاضا و فروش. مقاله رو انتخاب کردیم که مقاله بسیار مقاله معتبری هست در منابع علمی. سال 2024 منتشر شده در مجله International Journal of Forecasting. مجله در خود مجله چاپ شد، مقاله خود مجله چاپ شد که کارش پیشبینیه. این رو در جریان باشید. از انتشارات الزویر هست. عنوان مقاله دیمند فورکاستینگ، دیمند تقاضا، فورکاستینگ پیشبینی for fashion products، برای محصولات مد، صنعت مد، a systematic review. خب مقاله بسیار خوب، معتبر هست و بسیار میتونه تاثیرگذار باشه تو ذهن شما برای پیدا کردن ارائه طریق. عزیزان، در دنیای پرتغییر مد، فشن و صنعت مد به اصطلاح، پیشبینی تقاضا یکی از چالش برانگیزترین و در عین حال حیاتی ترین کارهای مدیریت زنجیره تامینه. این مقاله که پیشبینی تقاضا رو برای محصولات فشن به صورت یک مرور سیستماتیک ارائه میده، به این شکل هست که در حالت کلی به صورت جامع به روز روش‌های کلاسیک تا پیشرفته رو از قبیل یادگیری ماشین، هوش مصنوعی، مدل‌های ترکیبی رو بررسی میکنه. نشون میده چگونه فناوری‌های نوین میتونن دقت پیشبینی‌ها رو افزایش بدن. نشون میده اتلاف منابعمون و انبارش لباسهای فروش نرفته و از دست دادن فرصتهای فروش رو میتونیم کاهش بدیم. اگر شما به مدیریت زنجیره تامین، فروش یا بازاریابی تو صنعت مد علاقه دارید، یا به دنبال درک عمیق‌تری از کاربرد هوش مصنوعی در دنیای واقعی هستید، یا اساساً میخواید از داده‌های پیچیده نظیر تصاویر، نظیر کامنت هایی که تو شبکه‌های اجتماعی برای تصمیم گیری هوشمندانه استفاده میکنید، این مقاله نقشه راه ارزشمند، شفاف و الهام بخش رو برای شما ارائه خواهد داد. خوندن این مقاله و مرورش نه تنها دانش شما رو به روز میکنه، بلکه شما رو به یک تحلیلگر استراتژیست در قالب تحول صنعت مد تبدیل میکنه. دیمند فورکاستینگ یکی از معدود مرورهای سیستماتیک جامع در حوزه پیشبینی تقاضای پوشاکه. صنعت پوشاک برخلاف حوزه‌هایی مثل الکترونیک یا صنایع دیگه ویژگی‌های بسیار خاصی داره. بیاید یه مرور کنیم. چرا خاصه؟ یک، اینکه چرخه عمر بسیار کوتاه محصول داره. صنعت مد و پایلی که ما خدمتتون عرض کردیم اساساً دوست دارن که دائما تولیدهای جدید داشته باشن. چرخه عمر بسیار کوتاه محصول به خاطر اینه که خب بالاخره صنعت مد دوست داره که دائم تولید کنه، دوست داره شما 6 ماه یه بار لباس عوض کنید. این خیلی مهمه، یعنی خودشون تقاضا رو ایجاد میکنن. به عبارتی نوسانات شدید تقاضا به دلیل حالا روندهای مختلف اجتماعی، صنعت تبلیغات، اینفلوئنسرها، عدم تکرارپذیری فروش، ریسک بالای موجودیمون رو خیلی میبره بالا. به اصطلاح آور استوک میشه یا آندر استوک میشه. بنابراین یعنی چی؟ یعنی تعامل قوی بین عرضه و تقاضا باید وجود داشته باشه، یعنی توزیع تقاضاهای غیر خطی، پراکنده و غیر ایستا.
یادمون هست دیگه ما میگفتیم هوش مصنوعی علم پیشبینی آینده است. این مقاله اومده 75 مطالعه رو طی 20 سال اخیر با پروتکل‌های سیستماتیک ریویو بررسی کرده. خروجیش یک نقشه جامع از روش‌ها، یک طبقه بندی روشن از متغیرهای مؤثره. فهرست مستندی از چالش‌ها و مهمتر از همه یه لیست معتبر از گپ‌ها و شکاف‌های پژوهشی رو برامون لیست کرده. عزیزان، آن چیزی که ما در اینجا خواهیم دید میتونه تعمیم پیدا کنه در صنایع دیگه. میتونه در صنعت غذا وارد بشه. یک رستوراندار میتونه بفهمه که چقدر باید امروز غذا بپزه، چقدر امروز کوبیده داشته باشه، چقدر امروز برگ داشته باشه، چقدر امروز جوجه کباب متقاضی شه. الان همش سینه به سینه و خبرگیه دیگه. یک قناد چون باید بدونه که چقدر باید کیک تولد بزنه، چقدر باید شیرینی مجلسی بزنه، تو ایام مختلف سال باید اینها رو بدونه. میخوام بهتون بگم خیلی خیلی شما توی اینجا میتونید ایده بگیرید. حالا صنعت مد من گفتم اینجا، ولی به دلیل اینکه چرخی عمر بسیار کوتاه محصول برامون پاشنه آشیله، ما این رو میتونیم به جاهای دیگه هم تعمیمش بدیم. پس این رو خودتون زحمت تعمیمش رو بکشید. خب این مقاله جایگاهی که در ادبیات جهانی داره اینه، در کنار چند مرور کلاسیک جایگاه ویژه‌ای داره، یعنی تکمیل کننده این مرورهای کلاسیکه. Deep Learning for Time Series Forecasting، یعنی یادگیری عمیق برای تایم سرایز، سری های زمانی، سال 2021. Omni Channel Retail Forecasting 2022. Inventory and Demand Forecasting in Fashion Retail، یعنی خرده فروشی فشن. بازم تقاضا، پیشبینی تقاضا برامون مهمه. خب تو اینها کنار اینها بذاریم یه نقشه جامع بهمون ارائه میده. در حالت کلی اهمیت این مقاله رو من در 3 حوزه براتون بررسی میکنم. حوزه اول اینه که برای اولین باریه که یک مرور کاملیه که صنعت فشن رو پوشش میده. یادمون باشه میگم صنعت فشن. صنعت فشن یعنی از کجا شروع میشه؟ از الیاف پنبه‌ای، یعنی مزرعه پنبه شروع میشه تا بازیافت لباس. از مشتقات صنعت پتروشیمی PP شروع میشه، صنعت نساجی بیاید تا صنعت دوخت، بعد باز هم صنعت بازیافت. صنعت دارم میگم، یعنی زنجیره تامین. این اولین مرور جامعیه که اینجوری راجع به مد صحبت میکنه و از همه مهمتر گپ‌های پژوهشی قابل اقدامی رو به ما مشخص میکنه. نه گپ‌های کلی، شکاف‌های کلی، بلکه قابل انجام و شما میتونید یکی از این گپ‌ها رو بگیرید و پاشنه آشیل کارتون در رساله دکتریتون بکنید. سوم اینه که این سومی خیلی مهمه، اهمیت صنعتی داره. که خب حالا من این اهمیت صنعتی رو کلی میگم، ولی خب باز توی قسمت‌های بعدی توضیح خواهم داد. اولا اینکه AI رو در مرکز آینده این حوزه قرار میده. میگه در آینده چیزی غیر از AI من نخواهم داشت. یعنی تو این حوزه فقط صنعت AI داره صحبت میکنه. دومیش این که این مقاله توضیح میده که آینده پیشبینی فروش در صنعت فشن این هست: هوش مصنوعی، داده‌های چند منبعی به علاوه مدل سازی عملیاتی. یعنی میگه اگر اینها رو من بتونم توضیح بدم بهتون، اجازه بدید من این رو، به نظرم بد نیست که من یک بار بنویسم اینجا. حالا احتمالاً قلم نوریم کار نکنه. یه بار دوستان داشته باشن آینده پیشبینی فروش در این صنعت، میگه AI به علاوه داده چند منبعی به علاوه مدل سازی عملیاتی. از طرف دیگه تو حوزه صنعت میگه مسیرهای پژوهشی واقعی در صنعت رو روشن میکنه. یادتون باشه از قدیم الایام جایی که خیلی صنعت و دانشگاه به هم نزدیک میشن صنعت نساجی
مد هستش، رنگامیزی، طراحی، خیلی تو هم عجینن و خیلی نیاز نیست شما فسفر بسوزونید، خیلی نیاز نیست خودتون رو به دردسر بندازید. خیلی راحت میتونه که مسیر پژوهش در این حوزه به دانشگاه نزدیک بشه و در نهایت چون هم تئوریه، هم کاربردیه، هم مسئله داره، هم گپ پژوهشی داره، میتونه براتون خیلی راهگشا باشه توی کسب و کارتون و توی رساله دکتریتون. خب برگردیم توی باز هم اون ستایی که گفتم یه مقدار ریزتر بشیم. میگیم دلیل اهمیت این مقاله همونطور که توضیح دادم طبقه بندی ادبیاته. ادبیات دیمند یا تقاضا خیلی گسترده است. منابعی که مشخصا بر صنعت پوشاک تمرکز میکنن هم خیلی محدودن. این مقاله ها میان چیکار میکنن؟ روش ها رو بر اساس نوع داده ها، مدل ها، سطح پیچیدگی، مطالعات بر اساس نوع مسئله دسته‌بندی میکنن. خب این دسته‌بندی برای شما خیلی مهمه. دومین دلیل اهمیت مقاله این بود که گپ ها و شکاف های پژوهشی رو برای من نشون بده. بسیاری از مرورها گپ ها رو، یعنی سیستماتیک ریویو ها، گپ ها رو خیلی کلی بیان میکنه. این مقاله گپ ها کاملا قابل پژوهش تعریف میکنه. میگه نبود مدل های قابل تبیین برای صنعت، نبود بنچمارک عمومی، نبود رویکردهای مناسب برای محصولات جدید که اینجا بهش میگه کولد استارت، چالش داده های مفقود، سنسور دیمند، اینترمیتنت دیمند، اینا همشون خودش مهمه. نیاز به مدل های عملیاتی و سبک، نیاز به ترکیب داده های غیر ساختیافته، همه اینها چیزهایی که ما از این مقاله میکشیم بیرون. خب و در نهایت همون مورد آخر بود که گفتم اهمیت صنعتی این مقاله خیلی مهمتره. پس هم اهمیت در حوزه یک تصویر کامل داره، هم در حوزه اینه که شما راهبریتون رو برای پایان نامتون انجام بدید، هم این اهمیت رو داره که شما بتونید تو صنعت از این استفاده کنید به عنوان یک مشاور صنعتی. چجوریه؟ میگه پوشاک پیشبینی تقاضا یک مسئله چند میلیون دلاریه. خب خیلی مهمه چقدر تولید کنم که تو خواب سرمایه‌ام نباشه. میگه 10% خطای کمتر داشته باشید تو پیشبینی تقاضا، میلیون ها دلار کاهش موجودی و افزایش فروش دارید. چرا آف میزنن بوتیک های مختلف، خرده فروش های لباس؟ چون خب تو انبار بمونه دیگه کسی نمیخره، چون اون کسایی که افسار این صنعت دستشونه رنگ و لعاب و طعم و مزه و ذائقه رو دائما تغییر میدن و کافیه شما دیر به جنبید توی تولید کننده، ناخودآگاه کلی سرمایه توی انبارت خواهد ماند. 5% در بهبود دقت داشته باشیم، کاهش ضایعات و تخفیف‌های اجباری دیگه نخواهیم داشت. این آف هایی که میبینید تحت عنوان مارک داونز هست. مخصوصا واژه ها رو آوردم که شما با این واژه ها آشنا بشید. پیشبینی دقیق تر نتیجه میدهد افزایش سود عملیاتی. خب سودمون میره بالا. شرکت های مثل زارا، H&M، اونیکلو کاملا بر اساس پیشبینی های مبتنی بر AI متکی هستند. خب ما اینجا چی داریم میگیم؟ ما داریم راجع به یک تقاضا و فروش در صنعت پوشاک صحبت میکنیم. هدفمون هم مشخصه. خب و داریم میریم به این که به این سوالات جواب بدیم که روش‌های موجود چیه، چه متغیرهای مؤثرن، گپ های پژوهش چیه، مسیر آینده چیه. نکته مهم این مقاله اینه که هدفش اینه که نقشه برداری دانشه. ما دنبال یه مدل نیستیم، ما دنبال بیگ پیکچر حوزه هستیم، دنبال نشان دادن طیف روش ها و مشکلات بازی. این چهارچوب و پلتفرمی که تو ذهنمون میکاره خیلی مفیده. دانشجویان باید بتونن پرسش های پژوهشیشون دقیقاً در کدام یک از این خلاهای پژوهشی قرار میگیره.
به عنوان مثال آیا میخوان روش جدیدی برای داده های پراکنده بسازن یا روش های یکپارچه سازی داده را استفاده کنن؟ داده ها همواره ساخته یافته است یا داده های غیر ساخته یافته هم باید بررسی کنن؟ خب اجازه بدید من برم به این اسلاید قبلی که ملاحظه کردید، اساس اسلاید 9، همین توی اسلاید شماره 10 به وضوح داره. ببینید سیستماتیک لیتریچر ریویو بر پایه پروتکل هایی که قبلا خدمتتون گفتم، معمولا پروتکل ترامفیلد، پروتکل دوراچ، همچین چیزی داره. یعنی تلاش کردیم انتخاب و پالایش شفاف و قابل بازتولید باشه. نمونه از این فرایند استفاده از 3 خوشه کلیدواژه است. دوستان دقت کنید، اینجا 3 خوشه کلیدواژه رو آوردیم و بیان کردیم. کلیدواژه هامون چیه؟ کلیدواژه پردیکت، کلیدواژه فشن، کلیدواژه دیمند، سیل. یعنی اینها این کلیدواژه ها رو آوردیم. خب این کلیدواژه ها چی رو دارن میگن؟ پس کلیدواژه پردیکت تا پیش بینی، کلیدواژه فشن، کلیدواژه دیمند و سیل. بعد اومدیم فیلتر زبانی رو تکمیل کردیم. فیلتر زبانیمون چیه؟ مثلا زبان انگلیسی. بعد فیلتر موضوعی رو تکمیل کردیم، اونم مشخص کردیم. بعد در نهایت اومدیم این فلوچارت رو ما قبلا هم دیدیم، یک روند انجام مرور سیستماتیکه که بعد نشون میده از 2478 مقاله توی وب آف ساینس، 1900 مقاله، 3 مقاله در ابسکو و 3590 مقاله در اسکوپوس، بعد از فیلترینگ و شرط‌های عطفی و فصلی اینکلوژن و اکسکلوژن، تو اسکوپوس 1799 تا انتخاب کردیم، وب آف ساینس 1166 تا، ابسکو 122 تا. بعد اومدیم فیلتر کردیم بر اساس تایتل و ژورنال ها. اسکوپوس 106 تا شد، وب آف ساینس 56 تا و ابسکو 30 تا. بعد اومدیم ابسترکت بیس فیلترینگ رو انجام دادیم. اسکوپوس 47 تا، وب آف ساینس 46 تا، ابسکو 10 تا. در نهایت papers after removal of duplication and snowball search شد 75 تا. خب حالا این 75 تا چی داره میگه؟ داره میگه که ما دقیقاً مقالاتی رو انتخاب کردیم که پالایش های 3 مرحله‌ای انجام شده، پالایش های کلمه‌ای، پالایش های محتوایی، پالایش های ژورنالی و پالایش های مدل چکیده محور و بررسی شدش و 75 تا مقاله داریم. این فلوچارت داره نشون میده که از 7900 تا مقاله ما با پالایش های دقیق و علمی رسیدیم به 75 تا مقاله که این مقالات اصل کار ما هستن. خب بریم سراغ جداول. چند تا جدول من مرور کنم. این جداول در عین سادگیشون بسیار مهم. این جداول میگه، جدول 3.1 میگه 3 روش کیفی اصلی برای پیشبینی تقاضا رو مقایسه میکنه. دوستان روشی که الان اینجا میبینید ستون اول، روش مبتنی بر expert judgment based method، مبتنی بر قضاوت کارشناس. دومی روش مبتنی بر دلفی، سومی روش مبتنی بر AHP. خب مبانی روش ها من بررسی کنم based on. من فعلا دارم 3 تا رو بر اساس پایه‌ایش بررسی میکنم. روش مبتنی بر قضاوت کارشناس بر اساس تجربه فردی یک کارشناسه، روش یعنی خبره های اون حوزه. دلفی حتما دوستانی که مدیریت بودن، حوزه علوم انسانی بودن میدونن، بر اساس پرسشنامه یکسان برای تمام کارشناسان، پرسشنامه خبرگان نیست، پرسشنامه یکسان برای همه است، به صورت چرخه‌ای بدون اطلاع از نظرات یک دستگی انجام میشه تا به اجماع برسن. فرایند تحلیل سلسله مراتبی آرشیتکچرال، این تحلیل سلسله مراتبی که معروف به AHP، بر اساس
ارزیابی و رتبه‌بندی نسبی عناصر توسط کارشناسان انجام میشه. خب بریم سراغ ردیف دوم، using fashion، کاربردش در صنعت مد. خب اول بریم روش مبتنی بر قضاوت کارشناس. یادمون باشه در این صنعت معمولاً به تنهایی استفاده نمیشه. با استفاده از داده‌های تاریخی یا روش‌های کمی quantitative method، دقت کنید روش‌های کمی ترکیب میشه. در روش دلفی میتونه به صورت مستقل باشه، استندلان، برای شناسایی عناصر اصلی پیشبینی یا در ترکیب با روش‌های کمی استفاده میشه. پس استندلانه یا میاد چیکار میکنه؟ ترکیب میکنه با روش‌های ترکیبی کمی. در AHP معمولاً ترکیب با روش‌های کمی استفاده میشه. It can be used in conjunction with quantity method، روش‌های کمی. حالا انجام شد که ردیف آخر هست، میگه جدول میبینیم مطالعات رو تو هر حوزه نوشته، هر کس روش در زمینه مد استفاده کرده. ببینید تقریبا فابریگان 1973 1906 2001 2011. خب خیلی مدل های قدیمی هستن و توی حوزه متد دلفی 2013 و 2001، متد AHP هم 2017 هستش. به طور خلاصه این جدول یه مرور سریع و مقایسه‌ای از 3 روش کیفی رایج رو ارائه داد. در صنعت مد معمولا با روش‌های دیگه کمی یا ترکیبی اینها رو میارن ترکیب میکنن. بریم جدول بعدی. در جدول بعدی به اصطلاح ما نشون میدیم که در 2 دهه اخیر، یعنی از سال 2000 به بعد، چه پژوهش‌هایی از روش‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای پیشبینی تقاضای صنعت پوشاک استفاده شد. هر مطالعه چه افق زمانی داشته، یعنی کوتاه مدت بوده، بلند مدت بوده یا میان مدت، چه حوزه‌ای را هدف گرفته و چه مدل‌های AI یا ML در پیشبینیش استفاده کرد. خلاصه مفهومی جدول 3 تا چیز مهم رو داره به من نشون میده. پس دقت کنید، این مطالعه است و سالشه، نویسندگانشه، این به اصطلاح این که تو چه بازه زمانی بررسی شده، میدیوم ترم داره، شورت ترم داره، ترم داره، سرم شورت ترم بوده، لانگ ترمش بتاست. و متدی هم استفاده کردن مشخص، چه متدی استفاده کردن، اسم متد هاست. مثلا ANN حالا تو ادامه هست خواهیم کرد، Hunt-Barnes word هست مثلا، و اینها رو دونه دونه خلاصه کرد. حالا من خلاصه مفهومی جدول چی میگه؟ میگه پژوهش‌های مهمی در حوزه فشن هوش مصنوعی استفاده کردن. از 2003 تا 2021 مقالاتی که شبکه عصبی، یادگیری عمیق، مدل‌های هیبریدی، روش‌های ماشین لرنینگ که استفاده کردن رو فهرست کرد. افق زمانی پیش روی پژوهش هم اومده بررسی کرد. بیشتر پژوهش‌ها در این دسته همونطور که گفتم شورت ترمه، چون فشن ذاتاً ناپایداری زمانی داره. مدیوم ترم تعداد کمی از مدل‌های AI برای میان مدت استفاده شده، یعنی حالا فرض کنید میان مدت 1 ساله 2 ساله. لانگ ترم خیلی محدوده، چون پیشبینی بلند مدت در فشن خیلی دشواره، ما عملا نمیتونیم پیشبینی بلند مدتی رو انجام بدیم. و در نهایت مدل‌های هوش مصنوعی استفاده شده تا هر پژوهش رو هم مطرح کرده. رایج‌ترین این مدل‌ها رو اگر بررسی کنید ANN، RNN، MLP که به اصطلاح اینا رایج هستن، شبکه‌های عصبی تکاملی با یا بهبود یافته نظیر ENN رو ببینید چند بار تکرار شده، ELM، ADELM، اینها خیلی استفاده شده. شبکه‌های عمیق هم به اصطلاح تحت عنوان DNN، MOONN، SNN، SVM، KNN، اینا همه شبکه‌های عصبی عمیق هست و مدل‌های خاکستری که خب ما داریم تحت عنوان گری متد استفاده میشه و در نهایت ترکیب اینها رو مطرح کرد. نتیجه کلیدی این جدول عزیزان چیه؟ که میگه اکثر مطالعات پیشبینی تقاضا در صنعت مد و پوشاک
از مدل های مبتنی بر شبکه عصبی یا یادگیری ماشین استفاده کردن. عمدتاً برای پیش بینی کوتاه مدت تمرکز اصلیشون هم بر مدل های غیر خطی بودن، یعنی فروش خطی هیچ وقت در نظر نگرفتن که میتونن از الگوهای پیچیده فروش رو بهتر از مدل های آماری یا سنتی یاد بگیرن. خب اجازه بدید من این دوتا جدول رو خدمتتون بگم. همین دوتا اسلاید قبل بود که رد کردم. تو جدول خیلی شفافتر میشه بررسی کرد. این دوتا جدول به صورت خلاصه و قابل فهم نقاط ضعف روش‌های هوش مصنوعی، همچنین کاربردها، مزایا، معایب، روش‌های ترکیبی که بهش میگیم هایبرید مدل در پیشبینی تقاضا برای محصولات مد رو نشون داده. خب بریم اول سراغ جدول بالا. این جدول بالا داره چی میگه؟ در جدول سه نقاط ضعف روش‌های هوش مصنوعی یادگیری ماشین رو بیان کرده. چه نقاط ضعفی؟ این جدول همونطور که ملاحظه می‌فرمایید 5 روش اصلی AIML رو بررسی کرده. مشکلاتش هم ذکر کرده. مثلا گفته نورال نتورک، اوورتیونینگ داره، اسلو کانورجنس اسپید داره، اکسسیو کامپیوتیشن تایم داره، BPNN بیس لرنینگ الگوریتم داره، ENN مادریت کاورج اسپید داره که حالا اینا هر کدومش یه مفهوم و واژه‌ای توی خود بحث هوش مصنوعی. من اجازه بدید مثلا نورال نتورک رو بخونم براتون. مستعد بیش برازش اوورفیتینگ، بهش میگیم اوورتیونینگ. بیش برازش چیه؟ یعنی اینکه خیلی بیشتر یاد میگیره، عملا پیش بینیش دقیق نمیشه. سرعت یادگیریش میگه کنده، زمان محاسباتیش زیاد، پایینی شبکه عصبی کامل یا تکاملی evolutionary neural network. سرعت یادگیری زمان محاسباتیش متوسطه، بهتر از بالاست اما هنوز زمان بره. پایینی ماشین یادگیری ماشین شدید excessive machine learning ELM. خروجیاش میگه متغیر varied output due to random selection of input weight، چون وزنهای ورودیش به صورت تصادفی انتخاب میشه. پایینی دیپ لرنینگ، فرآیند آموزشش داره میگه پیچیده است، استخراج داده ها زمان بره، هرچند سریعتر از بالایی ENN. و در نهایت کلاسترینگ ها یعنی طبقه بندها مثل درخت تصمیم یا شبکه عصبی، میگه مبتنی بر درخت تصمیم حساس به نویز و داده هاست. طبقه بندی ها مبتنی بر شبکه عصبی نسبتاً کند و سخت برای تفسیر هستند. این خلاصش داره میگه هر روش AIML هم مزایا داره اما چالش های مانند اوورفیتینگ داره، زمان بالا داره، سختی در تفسیر هم داره. این جدول بالا. بیایم جدول پایین. روش های ترکیبی رو داریم بررسی میکنیم. Method used in deploying hybrid forecasting models. روش های ترکیبی. 4 نوع روش ترکیبی رو معرفی میکنه. برای هر کدوم به 3 تا سوال پاسخ میده. چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ مزایاش چیه؟ معایبش هم چیه؟ خب اینا رو داره میگه. مدل فازی که یک روش ترکیبیه، گری بیسد خاکستری، نورال نتورک بیس، کلاسترینگ کلاسیفیکیشن بیس. خب میگه چه زمانی استفاده کنیم؟ when to choose، advantage of choosing the method، مزایاش چیه؟ shortcoming of method. اینا به اصطلاح داره اینها رو بررسی میکنه. خب مبتنی بر فازی چی داره میگه؟ وقتی انتخاب میکنیم برای محصولات جدید یا وقتی داده تاریخی کم وجود نداره ما از فازی استفاده میکنیم. مزیتش چیه؟ ساده است، در کم میسازی داده های مشابه کمک میکنه و عیبش هم اینه که زمانش بالاست، زمان محاسباتش بالاست. بریم سراغ مبتنی بر خاکستری گری بیس. وقتی انتخاب کنید که شما داده های تاریخیتون کاملا وجود نداره یا بسیار کمه، به عبارتی همون کلد استارته،
شما هیچ داده ای ندارید، یه شیرینی زدید، یه لباسی میخواید طراحی کنید که حالا از قبل سراغ نداری اصلا این لباس رو مطلوب هست یا نیست. در مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی، نورال نتورک یعنی ردیف ستون سوم، وقتی انتخاب میکنید که برای بهبود دقت پیشبینی داده های تاریخی تو محدود باشه، بازم داده کم باشه. تو گری بیس ها اصلا داده ندارید، اینجا محدوده. مزیتش دقت و عملکرد آموزش مدل رو افزایش میده، نیاز به مداخله انسانی هم کمتره. معایبش چیه؟ همونطور که میبینید مستعد برای بیش‌پردازش، اوورفیتینگ، آندرفیتینگ، کانورجنس. اینا رو فکر کنم حالا دوستانی که دیتا ماینینگ داشته باشن قشنگ اوورفیتینگ، آندرفیتینگ رو توضیح بدن. و در نهایت ستون آخر کلاسترینگ اند کلاسیفیکیشن زمانی انتخاب میشه که بخواید تعداد زیادی از ویژگی‌ها مثل رنگ، اندازه، سبک تو مدل وارد کنید. تفسیرش آسونه و نمونه‌های خوشه بندی شده یا پروفایل های فروشی که ایجاد میشه ممکنه با پروفایل های فروش آینده هم متفاوت باشه. عیبش اینه. خلاصش چیه؟ خلاص این جدول میگه روش های ترکیبی که اینا میشن همشون روش های ترکیبی هست. با ترکیب نقاط قوت روش های مختلفی برای حل چالش های خاصی مثل کمبود داده، نیاز به تفسیرپذیری، نیاز به تفسیرپذیری طراحی رو پوشش میدن. هر کدوم هم معایب خاص خودشون دارن، اما باید در هنگام انتخاب مدل در نظر گرفته بشن. خب بریم سراغ جدول 3-5. یه مقایسه کلیدی و خلاصه از 3 دسته اصلی مدل‌های کمی پیشبینی تقاضا ارائه میده. مدل اول استاتیستیکال هست، آماری. مدل دوم AI and ML یا /ML، هوش مصنوعی یادگیری ماشین. و مدل سوم مدل ترکیبی. به طور خلاصه این جدول چی رو نشون میده؟ نشون میده سرعت در حوزه سرعت که ردیف اول هست، آماری ها محاسباتشون چون کمتره سریعترین هستن. AI ها و ML ها نسبتاً کمتر هستن چون حجم محاسباتشون بالاست. ترکیبی هم بین دوتاست، بین آماری ها هستن و بین AI ها هستن. کمتر از آماری ها هستن، سریعتر از AI ها هستن. تو حوزه دقت، اکوریسی، دقت، آماری ها دقتشون پایینه، AI ها و ML ها دقتشون متوسط، ترکیبی هم بالاترین دقت رو دارن. چیکار میکنن ترکیبی ها؟ ترکیب نقاط قوت رو انجام. زمان محاسبات، کامپیوتیشن تایم، ردیف سوم. کمترین زمان رو چون سریعا آماری ها دارن، بیشترین زمان رو مدل های هوش مصنوعی دارن. ترکیبی ها بین این دوتان همون عین ردیف اول است. در حوزه اینترپریتیبلیتی یا تفسیر پذیری، آماری ها آسان ترین برای تفسیرن، مدل های ساده ای ارائه میدن. AI ها تفسیر پذیریشون سخته چون ساختارهای پیچیده است، پارامترهای مختلفی رو در نظر میگیرن. ترکیبی ها سخت‌ترین برای تفسیرن. چرا؟ چون اومدن چندین تا مدل رو با هم ترکیب کردن، تفسیرشون هم خیلی آسون نیست و سخت‌ترین. اما در حوزه ابعاد، دایمنشنالیتی یعنی چی؟ خطی و غیر خطی. آماری ها عمدتاً خطی هستند با منابع داده محدود. AI ها و ML ها و ترکیبی ها به اصطلاح غیر خطی هستند. مدل های غیر خطی رو در نظر میگیرن با در نظر گرفتن منابع داده متعدد. کانسیدرینگ، و این خیلی مهمه که ما منابع دادهمون مختلف باشه، فقط از یه منبع داده نداشته باشیم. اما ردیف ششم توانایی مدیریت حجم داده، Data Volume Handling Ability. تو آماری ها تواناییشون پایینه، AI ها خیلی بالاست، ترکیبی ها تواناییشون بسیار زیاده. نتیجه‌گیری کلی چیه؟ این جدول نشون میده هیچ مدلی
بهترین مدل مطلق نیست. روش‌های آماری سریع و قابل فهم و اما کم دقت‌اند. روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین دقت و توانایی مدیریت داده را افزایش میدن، اما کندن، سخت برای تفسیر هستند. روش‌های ترکیبی سعی میکنن بهترین جنبه‌های هر دوتا را ترکیب کنن، بالاترین دقت رو ارائه بدن، اما با قیمتی از پیچیدگی و کاهش تفسیرپذیری. انتخاب مدل مناسب به اولویت‌های شما بستگی داره. به خاطر همینه نگاه کنید هر کدوم خوب ها بدهای خودشون رو دارن. اما این جدول 4-1 که به عبارتی این جدول 4-1 خب متغیرهای توضیحی که ما توضیح داده شده در مدل‌های پیشبینی برای محصولات فشن و مد استفاده کرده فهرست کرده. مثلا به طور خلاصه گفته ویژگی‌های محصول، این ردیف اول میگه عواملی مانند نوع آیتم، رنگش، اندازش، سبکش، بافتش، وزنش یکی از مهمترین و پرکاربردترین دسته متغیر هاست که تو اغلب مطالعات همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اینجا استفاده شده. همینجوری اومده تو این 75 تا استفاده کرد. پارامترهای آب و هوایی weather parameters شامل چیه؟ شامل تمپراتور، دما، فشار، بارش، precipitation احتمال بارش، به خاطر تاثیر مستقیم آب و هوا بر تقاضای لباس‌های فصلی. این متغیرها در مدل‌های پیشبینی خیلی مورد استفاده است که خب طبیعتاً تغییر فصل یکی از مهمترین آیتم ها برای تغییر ذائقه لباسی هست. بعدی آنلاین اینفورمیشنه. میگه این آنلاین اینفورمیشن همون میگیم نوع داده هایی که ما استفاده میکنیم. یکیش اینه ها. یکیش میگه داده های حاصل از شبکه‌های اجتماعی، بازخوردهای مشتریان، جستجوهای آنلاین، اون چیزهایی که تو گوگل سرچ کرده به عنوان منبعی برای درک روندها، ترندها و علاقمندی بازار در نظر گرفته شد. خب کلندر دیز، روزهای تقویمی، شامل روزهای خاص مثل تعطیلات، روزهای شنبه، فصول سال، چه میدونم این متغیرها مثلا فرض کنید ولنتاین، فرض کنید ایام مثلا کمپین های شادی، کمپین های غم، تقاضاهای فصلی یا روزهای خاص خیلی خیلی مفید هستش. و در نهایت قیمت، پرایس، یکی از عوامل کلیدی در تصمیم گیری خرید مشتریان. بسیاری از مدل ها از قیمت به عنوان یک متغیر توضیحی برای پیش بینی تقاضا استفاده کردن، یعنی توضیح میدن. و در نهایت پروموشن ها، تبلیغات و تخفیف ها. همین بلک فرایدی رو ملاحظه میکنید دیگه، چقدر فروش میره، یه پروموشنه. کمپین های تبلیغاتی، تخفیف های ویژه، رویدادهای فروش میتونن تقاضا رو به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار بدن. در مدل های پیش بینی لحاظ شدن. نتیجه گیری چیه؟ این جدول داره کلی نشون میده که مدل های پیشرفته و پیش بینی تقاضا فقط به داده های تاریخی فروش متکی نیستن. یعنی فقط به پوز شما نگاه نمیکنه، بلکه از این مجموعه گسترده از متغیرهای داخلی، خارجی، مثل چی؟ مثل ویژگی محصول، مثل اعتبار تولید کننده، مثل شرایط آب و هوایی، مثل اطلاعات دیجیتال، عوامل بازاریابی برای افزایش دقت پیشبینی استفاده میکنه. بریم سراغ جدول A1. این جدول خیلی جدول مفصلیه توی مقاله. من 1-2 صفحش رو آوردم و امیدوارم که حالا بقیهش رو از مقاله بخونید. 4-5 صفحه مستمر جدول داره. جدول چی داره میگه؟ یه خلاصه از مقالات کلیدی رو داره بیان میکنه در حوزه پیشبینی تقاضا برای محصولات مد. از 1973 شروع کرده اومده جلو. این 75 تا مقاله. 8 مطالعه تاثیرگذار رو تو این جدول تو این صفحه هستش. از 1973 تا 2005 رو فهرست کرده و هدف اون نشون داده که تکامل روش‌ها از مدل‌های ساده آماری و کیفی به مدل‌های پیچیده‌تر و ترکیبیه. ببینید روش LR Expert Opinion Based Method هست، فازی هست، دلفی هست، میاد جلو سامانفیس هست، سم انفیس.
HFCCX هست، IDAC هست که اومده و روش های اولی همونطور که می‌بینید تو سال 1973 از روش آماری LR استفاده کرد و از قضاوت کارشناسان. روش های کیفی مثل اون که 1996 پیش روند روش کیفی دیگه کوالیفیکیشنه، بر اساس نظر کارشناسان روش دلفی بوده. مدل های ترکیبی که ما اومدیم جلو از سال 2000 به بعده که به سمت ترکیب روش های مختلف مثل فازی به علاوه آماری، فازی به علاوه شبکه عصبی حرکت کرد. با ترکیب روش‌های فازی و روش‌های مثلا هولت وینتر و اینها عملکرد بهتری نسبت به روش‌های سنتی داشتیم و همینطور شما که میرید پایین در نهایت مثلا روش تامس رید مدل 2 مرحله‌ای پیچیده رو ارائه کرده که از ترکیب فازی، شبکه عصبی، روش‌های آماری برای پیش‌بینی تقاضا استفاده کرد. نتیجه‌گیری کلی این جدول نشون میده که تحقیقات در این حوزه از رویکردهای ساده و مستقل به سمت مدل‌های ترکیبی و هوشمند حرکت کرده. باز این جدول همون ادامه جدول صفحه قبله که باز هم تکامل روش‌ها مهمترین آیتمه تو اینجا. روش‌های استفاده شده از مدل‌های ساده آماری باز داره به سمت مدل‌های ترکیبی پیچیده داره میره و هدفش هم اینه که افزایش دقت پیشبینی و مقابله با چالش‌های خاص صنعت مده. چالش‌های خاص صنعت مده هم مثل کمبود داده، محصولات جدید، فصلی بودن تقاضا، عدم قطعیت چالش هاست و پیشرفت‌های کلیدی که تو این حوزه داریم باز داره توسعه مدل‌های هوشمند رو خیلی داریم ما می‌بینیم. تو اینجا ببینید مدل‌های هوشمند خیلی بیشتر استفاده شده. این جدول به خوبی نشون میده بازم که پژوهش در این حوزه به سمت روش‌های هوشمند و ترکیبی سوق پیدا کرد. خب بعد از اینکه از اون آ1 رد میشیم میرسیم به جدول آ2. بازم دارم میگم جدول آ1 مفصل بود. این یک دیکشنری مختصری از مخفف‌های روش‌های ارائه شده است. به طور خلاصه این جدول داره چیکار میکنه؟ مخفف‌ها رو تعریف میکنه. مثلا آریما، ELM، ANN به صورت کامل با معنای اون داره توضیح میده که اینا مثلا چی هستن. AI مثلا Artificial Intelligence Mod Method، HYB Hybrid Method، Statistical Method، Qualitative Method هستش. بعد اومده ریز کرده هر کدوم اینها رو، روش ها رو دسته بندی کرده. تمام مخفف ها رو 4 تا دسته اصلی قرار داده. دسته AI، دسته ترکیبی، دسته آماری و دسته کیفی. دسته‌های کیفی روش هایی هستن که بر اساس نظر کارشناسان یا نظرسنجی ها مثل دلفی و AHP دسته بندی شده. خب اینم از این بابت. من با اجازهتون اینو رد کنم، اینجا رو برم. روش های آماری رو بذارید من این توضیح بدم. توضیح دادم خدمتتون. هنوزم پرکاربرده، اینجوری نیستش که کاربرد نداشته باشه، چون تغییرات شدیده، سریع هم بالا میاد، محدودیت دارن. معمولا وقتی داده‌های تاریخی خوب و الگوهای فصلی پایدار داشته باشیم از آماری استفاده میکنیم. ما روش آماری هم محبوبه هم ساده است. مثلا روش های کمی پیشبینی تقاضاست دیگه. شما میید با رگرسیون تحلیل میکنید که در آینده چقدر نیاز دارن. توی روش های الگوهای زمانی یا تایم سلایس خیلی استفاده میشن. مثلا معمولا روش هایی که تو آمار استفاده میشن محبوب ترینشون مووینگ اوریج، میانگین متحرک MA، یا اکسپوننشیال اسموثینگ هست ES که حالا تو این اسلاید نیستش، یا هولت وینتره مثلا داده های فصلی، یا تو مدل های سری زمانی مثل باکس جینز هست، یا سری زمانی آریما، سارمیکس، همین چیزی که توی اسلاید میبینید. رگرسیون خطی لینیر رگریشن هست، مدل های بیزیان متد، روش های اکتشافی هیورستیک و مسائلی از این قبیل. مزایاش چیه؟ گفتیم ساده و شفافن. فرمول بندی ریاضی ساده است، تفسیرشون آسونه، سرعتشون بالاست، سبک محاسباتشون سبکه،
زمان پردازششون خیلی کمتر از مدل‌های هوش مصنوعیه، ولی مناسب برای داده‌های خطی هستن دوستان. برای داده‌های ناپایدار و غیر خطی مناسب نیستن. روند تقاضا منظم و بدون نویز باشه، عملکردشون مناسب نیست. و در نهایت عیب‌هاشون چیه؟ عیبشون دقتشون پایینه. تو صنعت مد خیلی شدید به داده‌های تاریخی وابستن، اگر داده نباشه عملا کار نمی‌کنن. انعطاف پذیریشون کمه. داده‌های پرت رو خیلی نمیتونن تحلیلی کنن. اما بریم سراغ این اسلاید که مد نظرمون به اصطلاح این اسلایده. روش‌های AIML. میخوام تکنیک ها رو مرور کنیم. تکنیک هامون چیه؟ شبکه‌های عصبی، شبکه عصبی تکاملی، ماشین یادگیری شدید Extreme Learning Machine ELM، یادگیری عمیق Deep Learning که خودش دو دسته است، شبکه‌های عصبی عمیق DNN و شبکه‌های عصبی پیچشی CNN. روش‌های طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن. خب حالا ما چی میگیم؟ یادمون باشه استفاده از تصاویر و داده‌های آنلاین دقت مدل‌ها رو خب خیلی بهتر میکنه، اما پیچیدگی هم افزایش پیدا میکنه. خب ما گفتم تو اینجا داده‌ها غیر خطی باشن، داده‌ها کم باشن، داده‌ها ناپایدار باشن، ناچاریم سراغ هوش مصنوعی بریم. داده‌های تاریخی نداشته باشیم، راه دیگه ای نداریم که بریم سمت هوش مصنوعی. تا وقتی که داده کافی نباشد، احتمال خطامون طبیعی زیاده تو روش‌های آماری. اینجا بهتر از قبلی هستش. خب مزایاش چیه؟ همینجا گفتم مدیریت روابط غیر خطی، یادگیری از داده‌های حجی، دقت بالاتر نسبت به روش‌های آماری، کمبود در شرایط کاربرد در شرایط کمبود داده تاریخی و همگرایی سریعتر، خیلی سریعتر میتونه جمع‌بندی بشه. معایب AIML ها چیه؟ زمان محاسباتیشون بالاست، اوورفیتینگ دارن، عدم پایداری خروجی دارن، دشواری در تفسیر دارند، تنظیم به پارامترهای زیاد هم نیازمندش هستن. خب ببینید این چالش های جدی هستن که ما به اصطلاح باید با AI ها بررسی کنیم، ببینیم صرف و صلاحمون کدومش هست. خب مجبوریم بریم به سمت روش‌های هیبریدی. هدف هیبرید افزایش دقت از طریق چیه؟ ترکیب نقاط قوت روش هاست. میگه هیچ از روش‌های آماری و ML به تنهایی نمیتونن پیچیدگی‌های نظیر چرخه عمر کوتاه محصولات، تقاضای ناپایدار، عدم قطعیت بالا، وابستگی به متغیرهای کیفی و محیطی رو مدیریت کنند. روش‌های آماری ساده و قابل تفسیره، اما خطی فرض میکنن، با داده‌های غیر خطی عملکردشون ضعیفه. روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی انعطاف پذیر، قدرتمند برای داده‌های غیر خطی هستند، اما مستعد بیش پردازش، زمانبر و کم تفسیر. خود مقاله داره بیان میکنه. خود مقاله چی داره میگه؟ بیان میکنه که آقا جان this failure prompt researchers to integrate other ML methods and statistical technique to create hybrid techniques. میگه ببین ما از سمت مدل های آماری و مدل های ماشین لرنینگی رفتیم به سمت مدل های ترکیبی. خیلی صریح بیان رفتیم سراغ اینکه چگونه از روش های هیبریدی استفاده کنیم. مدل های مبتنی بر منطق فازی بیست ها هستند. چگونگی و چراییش رو گفتم خدمتتون، مثالش هم گفتم خدمتتون. مدل های مبتنی بر سیستم های خاکستری، چگونه و چراییش رو گفتم خدمتتون، مزیتش هم گفتم، مثالش هم عرض کردم. مدل های مبتنی بر شبکه عصبی، نورال نتورک بیس ها هستند، چگونه و چراییش، مثالش هم عرض کردم. مدل های خوشه بندی و طبقه بندی، چگونه، چرایی و مثالش هم خدمتتون عرض کردم. نتیجه گیری از دیدگاه مقاله چیه؟ تاکید میکنه که روش‌های هیبریدی نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت استراتژیک در پیشبینی تقاضای مدل. چرا؟ چون چند منبعی بودن داده ها، یعنی داده های پوز، داده های آب و هوا، داده های
تصویر، داده های شبکه های اجتماعی، ما به طور همزمان میخوایم استفاده کنیم. بایستی سازگار با چالش های صنعت باشیم. مانند چالش های صنعت هم گفتم دیگه، داده هامون کمه، تقاضا هامون مکرر اتفاق میفته، اثرات سریع و ترند های مختلف هم داره. چالش صنعت دقت بالاست. چالش صنعت اینه که من کم تا انبارم استوک داشته باشم، کالا داشته باشم. با این حال مقاله هشدار میده به ما که پیچیدگی بالا، تفسیر پذیری از معایب اصلی این روش هاست. پیشنهاد میکنه که انتخاب مدل باید متناسب با هدف تجاری و منبع سازمانی باشه. طی چند تا اسلاید سریع من میخوام شکاف‌های پژوهشی رو مرور کنم. ببینید، اولین شکاف پژوهشی که گفته مقاله، گفته داده‌های تاریخی، وابستگی بیش از حد به داده‌های تاریخی و نادیده گرفتن تقاضای از دست رفته. دیمند سنسورینگ یعنی چی؟ بیشتر مدل ها فقط از داده‌های پوز استفاده میکنن، فقط از داده‌های صورتحساب بانکی استفاده میکنن، در صورتی که این داده ها تقاضای واقعی رو منعکس نمیکنن، زیرا در موارد کمبود موجودی تقاضای واقعی ثبت نمیشه. میگه نقل قول کرده، پایینم نوشته که آقا ما فقط نباید از پوز استفاده کنیم. دومی، منابع داده. ما باید استفاده محدود از منابع داده چندگانه کنیم. اکثر مطالعات، یکی از شکاف‌های پژوهش اینها، فقط بر داده‌های ساختاری یافته تکیه کرده، همون پوزا. داده‌های غیر ساختی یافته، فیلم دوربین‌های فروشگاه، نظرات یا کامنت‌هایی که کاربران میذارن، تصاویر محصول، شاخص‌های جستجو تو شبکه‌های اجتماعی و سرچ انجین‌ها. داده‌های شبکه اجتماعی هنوز کمتر مورد استفاده قرار گرفته، در حالی که میتونه بینش‌های ارزشمند درباره روندها و ترجیحات مشتری فراهم کنه. چی داره میگه مقاله؟ به صراحت میگه limited work has been done in incorporating unstructured data، تجمیع داده‌های غیر ساختاری یافته such as text, image and video into forecasting model، نظیر متن، تصویر، ویدیو برای مدل‌های پیش‌بینی. خب بازم شکاف پژوهش کمبود داره بر محصولات جدیده. همونجا که میگفتیم گری متدها استفاده میشه، داده محصول جدید گذاشتی، شما میبینی کامنتی اصلا نیست، تصویری ازش نیست. یه گجتی رو امروز میبینی اصلا هیچ نظر کاربران نیستش توش. پیشبینی تقاضا برای محصولات جدید یه چالش بزرگی. ما بهش میگیم پایان نامه من، دوستان پایان نامه دکتری من حوزه کولد استارت پرابلم بوده ها. محصولات جدید رو به یه انجین میدی، حالا بیا اینو تعیین تکلیف کن، چیکار کنم، چه پیش بینی میتونم بکنم. یه چالش بزرگ در حوزه صنعت بازاریابی، تجارت الکترونیک، فروش آنلاین کولد استارت ها هستن. یعنی اولا باید ما یه سری کاربران داشته باشیم که همیشه نظر داشته باشن. یه گوشه جدید میاد تو بازار، پرچمدارم هست ولی ریسک رو نمیکنه. من خودم فردی هستم که معمولا نظر خبرگان برای من مهمه، نظر کاربران مهمه. روش های مثل خوشه‌بندی و شبکه های SNN پیشنهاد شدن، اما فعلا یکی از چالش های اصلی بازم کولد استارت ها هست. نکته بعدی پیچیدگی و کم تفسیر بودن مدل های پیشرفته، lack of interpretability. مدل های هوش مصنوعی ترکیبی با وجود دقت بالا برای تصمیم گیریان خرده فروشی قابل فهم نیستند. حالا جملهش اشتباهه، قابل فهم نیستند. این کم تفسیر بودن پذیرش عملی مدل ها در محیط های واقعی رو با مشکل مواجه میکنه. جهت‌دهی پژوهشی به ما کرده further work may be done to improve the interoperability of complex models using features engineering، مهندسی فیچرها. و در نهایت شکاف‌های پژوهشیمون جزیره‌ای بودن، عدم ارتباط مستقیم با تصمیمات کسب و کاری. بیشتر مدل‌ها فقط روی پیشبینی تقاضا متمرکزن. ارتباط با تصمیم‌های عملیاتی مثل قیمت‌گذاری، آسیب شناسی، مدیریت موجودی و توزیع رو بررسی نمی‌کنن. خب اگر ما بتونیم یه پلتفرم کامل داشته باشیم که جزیره‌ای نباشد،
عملا خیلی برامون خوبه. Our review does not address how forecasting is linked to other important decisions such as assortment planning, inventory control and pricing. میگه شما این چیزها رو پیش بینی میکنید اما قیمت رو نمیتونید وصل کنید. من نظرم اینه تا 10-15 سال آینده فعلا ما تو این جزیره بودن گیریم. حالاها جا داره توش. خب عدم وجود یک چهارچوب مقاله به وضوح مطرح میکنه هیچ مدل عمومی و یکپارچه برای پیشبینی تقاضا در صنعت مد وجود ندارد. روش ها بسیار متن کانتکست دیپندنت وابسته به متن هستند، وابسته به نوع محصول، بازار، فصل غیره که توسعه یک فریمورک قابل تعمیم رو دشوار کرده. به صراحت نویسندگان ادعا میکنند، اعتراف میکنند This study does have some limitation. First, it does not present a generalized model for fashion demand forecasting. خب میگه یک مدل عمومی برای پیشبینی تقاضای مد وجود نداره. A generalized framework would be a great addition. میگه اگه یه فریمورک جامعی هم باشه خیلی مورد نیازه. در نهایت جمع‌بندی نهایی ما دوستان این هست که شکاف‌های پژوهش رو نه به عنوان نقاط ضعف بلکه به عنوان فرصت‌های آینده ببینید. ادغام داده‌های چند منبعی یعنی چی؟ ساختار یافته، مثل صورتساز بانکی، مثل پوز. غیر ساخت یافته چیه؟ کامنت ها، نظراتی که لایک هایی که تو شبکه اجتماعی گذاشته میشه، داده های ویدیو، داده های صوت، داده های تصویر و مسائلی که توی سوشال مدیا ها اتفاق میفته، تو CRM ها وصل میشه، باعث میشه که مدل های قابل تفسیر با دقت بالا داشته باشه. طراحی سیستم های هوشمند چند مرحله‌ای باعث میشه که پیشبینی رو به تصمیم گیری عملیاتی متصل کنه. حل مسئله کولد استارت برای محصولات جدید با استفاده از یادگیری های انتقالی و شباهت محصولی. ما معمولا بخوایم کولد استارت ها رو حل کنیم سعی میکنیم محصول مشابهش رو بیاریم بر اساس محصول مشابهش پیش بینی کنیم. فرض کنیم شیرینی دانمارکیه، شما میایید شیرینی دانمارکی با مثلا چه میدونم دقیقاً شیرینی های مغزدار پیراشکی مدلی رو نگاه میکنید، فروش اونا رو با شیرینی دانمارکی مقایسه میکنید و پیشبینی رو بر اساس اون. این شکاف ها جهتگیری های روشنی برای پژوهشگران آینده در حوزه هوش مصنوعی، داده‌کاوی، مدیریت و زنجیره تامین مد رو فراهم میکنه. موفق